حين ولد نقيا صافيا. سلام الله علیکم، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، میخواهم از آن روی سکه‌ای صحبت کنم که قدیما وقتی شیرخط بازی میکردیم، اگر حریفمان میگفت شیر و سکه خط میآمد، لبخندی ملیح به نشانه پیروزی بر لبمان میشکفت. اما الان نه این سکه اون سکه است و نه مضمونها آن مضمون. از آن روی سکه‌ای صحبت کنم که به وسیله آخوندها دو رویش یکی شده، دو رویی به نام مذهب تشیع. با این مذهب باطل نان مردم را آجر کردند و نان خودشان را سکه. هر روز خبری جدید می آورند، هر روز خرافه نو می تراشند. امروز حجر ابن عدی را وهابی ها نبش قبر کردند، بدنش هم سالم بود. نمیدونم، شاید اگر زودتر به بیمارستان می رسوندنش زنده می موند. اصلا شما که با آنها نبودید، پس چطور فهمیدید که سالم بود و خون در بدنش جریان داشت؟ چون به حقیقت و ذات اصالتیشان یعنی قبر پرستی برمیگردند، لذا این حرفا هم برایشان واقعی جلوه میدهد و حتی میپندارند که با این گزافگویی ها بسی اجر و پاداش میگیرند. آخر من نمیدانم کجای قرآن فرموده قبر پرستی کن اجرت میدهیم، خرافه تراشی کن پاداشت میدهیم، صحابه را دشنام بده جزایش بهشت است، سیغه زنا و متعه را رواج کن ثوابت میدهیم. آخر تا کی تصویر این سکه را موافق امیال ابلیسی خودتان میتراشید؟ آن روی سکه تان هویدا شده، دیر یا زود نیمه پنهان این سکه وضاحت و شرماوری شرارت هایتان را به دنیا نمایش میدهد. جدیداً در راستای بی پاسخ ماندن قضایای صیغه که چرا عالی جنابان آخوندی نمیگذارند شرف و ناموسشان صیغه شود، قانونی تصویب شده که علی رغم اینکه خارق العاده است، فلاکت و بدبختی شیعه ها را به نمایش میگذارد. میگویند صیغه کردن دختر سید و روحانی مجاز نمی باشد و خلاف شرع است. به به، این هم حل شد، خودشان مجاز و مردم نامجاز. وانگهی قرآن کریم میفرماید ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یعنی محمد صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم پدر هیچ یک از مردان شما نیست. از شما این فرزندی رسول الله و سیدی را از کجا آورده اید؟ ای شیعیان، آخر تا کی باید مضحکه این افکار فتاک باشید؟ اگر قرار بود رد و صدق کارهایمان دست افرادی از نوع خودمان باشد و تمام امورات دنیوی و معیشتی دست آخوندها باشد، کی از پیامبران سزاوارتر؟ خب الله متعال سلسله رسالت را منقطع نمی کرد و هلم مجر پیامبر برای هدایت گسیل می داشت. پارامترهای مذهبی و دینی در گذر زمان به حد کمال و اتمام رسیده و کتابی مبین برای هدایت بشریت در نزد ما به یادگار مانده. پس بنگرید در سیر و روش پیشینیان تا درس عبرتی باشد برای اولوالالباب، نه اینکه توسل بیجا به افرادی بکنید که هیچ قدرتی ندارند و سالها پیش مردند و بدنشان فسیل شده. انسان از خاک آفریده شده تا به خاک برگردد و جذب آن شود. روحش عروج ملکوتی خواهد یافت و هر آن که خوبی کاش نیکی درو می کند و هر آن که بدی کاش حاصل برداشتش بدی خواهد بود. وقتی افرادی ذره باروری فکر یافتند و از آخوندهای شیعه سوال کردند چرا شما در مراسم عزاداری گریه نمی کنید؟ چرا فقط می گریانید؟ چرا قمه نمی زنید؟ لذا می بینید برای اقفال این مردم ترشهای شیرجه‌ای از روی منبرها آغاز شد. یقین بدانید این سناریو را قبل از اجرا بارها با خودشان آزمایش کرده‌اند که هم آسیب نبینند و هم سوار خرد مردم بشوند. تا حالا دقت نکرده اید ائمه معصومشان گاهن 12 گانه می شوند، گاهن 14 گانه. من نمیدانم ائمتان که معصوم و منزه از خطایند، پس چرا بچه ها و نوادگانشان معصوم نیستند؟ و اگر معصومند پس چرا تعداد معصومین شما 12 نفر
و گاهن 14 نفرند. من نمیدانم معصوم میزاید یا خیار چنبر. خب اگر معصومند پس بچه هایشان هم باید معصوم باشند. اگر نیستند یک کلام بگویید بابا معصوم نیستند، بشری چون ما هستند و خودتان را از این بلا تکلیفی و سردرگمی نجات دهید. اصولا عصمت تراژدی ساخته وهم و خیال شیعیان است که آن را قاب گرفتند تا در کلکسیون موزه خرافه پنداری و گزافه‌گوییشان چیزی از قلم نیفتد. دور نمای این ویترین باور بیفایده است که ائمه‌شان را معصوم و منزه از خطا می‌داند. سهو و فراموشی برایشان معنا ندارد و جایز الخطا بودن انسان را در پیامبران و رسول مکرم قبول دارند، لکن این قاعده را در امامانشان بر نمی‌تابند. اعتقاد به نزاهت ائمه‌شان دارند و خارج شدن از این اعتقاد واهی را کفر و ارتداد می‌پندارند. یعنی اگر پنداشتی که حسن و حسین و تقی و نقی خودشان جنوب و ازواج کریمشان حیض می‌شوند و دستشویشان می‌گیرد یا با همسرانشان عاشقانه سخن می‌گویند یا آنها را نوازش می‌کنند و به خلوتگاه می‌نشینند، شرک اکبر مرتکب شدی و سزایش نهر جهنم خواهد بود. اگر پنداشتی که نسلشان با آمیزش و لقاح تکاثر می‌یابد و اگر بپنداری که انا خلقناه من نطفة امشاج، وای 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 دیگه کیه که قادر باشد تو را از چنگ آنها برهاند؟ قدیسیت بیش از اندازه و سرشار از قلوب در حق این انسان‌های دلیل القدر در باور شیعه آنقدر زیاد است که گاهن به ذهن آدمی این تفکر متبادر می شود که آیا آنها موجوداتی غیر از ما و خارج از خلقت بشر هستند؟ غافل از این که امامان این حضرات در زمان سنت صادق نبوی مخلوق نشده بودند. پس این تاییدیه عصمت را از کجا گرفتند؟ به باور کورانه تشیع امامانشان قبل از خلقت خلق شدند و عصمت و منزه بودن آنها خداییه. پس چه مزیتی دارد خیر بودن و امام بودنشان؟ آنها که خدایی خیر و شریف هستند و نابرد رنج گنج برایشان میسر شده، پس چه حسنی دارد زندگی دنیوی آنها؟ الله متعال بشر را خلق کرد که راه خوبی را طی کند و به ذات احدیت ایمان بیاورد. باید بشر به آن باور ذهنی برسد که خدایی جز الله متعال نیست. این است فوز عظیم و رستگاری بزرگ. امتیاز در این است که انسان از شرارت اصلاح شود و ایماندار و مؤمن گردد. فلسفه وجودی بشر این است که شرارتها و خوی غیر انسانی زدوده شود و بشر در مجرای انسانیت گام بردارد. یعنی بشر از زمره حشر جدا شده و با تعلیمات فرهیسته و علم و آگاهی پیشرفت‌ها را طی کرده و در دنیای مکانیزه و دیجیتالی گام برداشته و خودش خالق قرارش باشد و بر این نعمتها الله متعال را ستوده و جز رب العالمین پروردگاری ساختگی اختیار نکند تا اینکه الله متعال هر موقع به مشیت و خواستش اراده کرد جان من را بستاند، انسان هم با قبول این سیستم به خواست و نظر الله متعال کرنش نماید. با تأمل در جریان نبی مکرم ذوالنون و ابراهیم خلیل و یوسف صدیق و موسی کلیم علیهم السلام می‌بینید که الله متعال این شک‌ها و پرسش‌ها را در این انبیاء مکرم برای تذکرة لأولی الالباب و پندی برای اندیشمندان قرار داده. بدین معنا که بعد از این پیامبران عظیم و شان اگر برای انسان قاصر العقلی چنین سوالاتی پیش بیاید با خواندن قرآن جوابش را بگیرد و هدف از لابلای این تنش‌ها و کنش‌ها فقط عبودیت الله متعال است که هیچ انسانی در وجود او سبحانه و تعالی ریب و شکی را تقویت نکند و از سر خضوع و خشوع به ذات اقدس الهی سر تسلیم فرود آورد. با این تفاصیل شیعیان چگونه امامانتان را معصوم می‌دانید که نه وحی بر آنها حبوط کرده، نه معجزه و کتاب آسمانی دارند و حتی بعضی از آنها در زمان نزول قرآن حتی به دنیا نیامده بودند. پس این گارانتی نزاهت و عصمت را از کدام نمایندگی برایشان گرفته اید؟ به نفع شماست که دست از این خزعبلات بردارید و آن روی سیاه این سکه را در جهت رضایت الله متعال ورق بزنید. به باور دین باورتان را کور کردند تا
کورکورانه به آنها سواری بدهید و گاه گاه به حماقت شما بخندند. خرافات را کنار بگذارید تا روی منور سکه سنت صادق نبوی شما را تا مرز ترک اراجیف و تشیع مشایعت کند و ورودتان را به دنیای توحید و یکتاپرستی خیر مقدم و شادباش بگوید. مگر نه آن است که آبا و اجدادی ما سنی بودند، چون فاروق اعظم اسلام سنی را بر این دیار عرضه داشتند. با روی کار آمدن دوره منکوب صفوی به زور شمشیر شیعه شدند. پس شیعه شدن آنها در ممر تاریخ جور نیست و برگشت به دین آبا و اجدادمان جور محسوب می شود. اندکی فکر و تأمل ببایدت ای شیعه شده شمشیری که به دین حقیقی و اصالتی خودت برگردی. قضاوت با شما و من الله التوفیق. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از برادر عزیزمون آقا عثمان. حين ولدت